صحبت صاحب دلان مردت کند، صحبت ناقابلان سردت کند. بینندگان عزیز، در این برنامه نوروزی ما هم صحبت نوروزی ما هستند استاد هنرمندی اتحاد شوروی استاد جورابک مرادوف که یکی از واقعا چهره های نوروزی ملتی ما هستند که هنوز از دوران شوروی تا امروز هم همیشه پی نگاه و احیا و پرورش کردن نوروز سهم دارند. استاد ارجمند، اولا برایشون نوروز مبارک باشد، نوروز جهانی به قولی که شروع از ملت ما، شروع از تمدن ما این چیز امروز جهانی شد. امروز هم صحبتی ما هم دایره همین است. مثلا چون شما اولا برای احیا و پیدا کردن سرود اصلی تاجیکی سهم داشتید، همزمان سرود تاجیکی عموما عنعنه های تاجیک همین ربط دارد به جشن های ما هم و شما نیز یکی از چهره‌های هستید که برای احیا کردن نوروز با سرودهایتان سهم دارید. ما امروز در مورد آن صحبت میکنیم که استاد هنوز در دوران شوروی تجلیل جشن نوروز چگونه بود و همان زمان بیشتر برای دولتی شدن همین جشن سهمی کی زیادتر نظر رس بود؟ السلام علیکم بینندگان عزیز، فرزان جان عزیز، تشکر برای تشریفتان. پدر و مادر تشکر که نامتان فرزامانده علیکه همین نوروزی. شما قطعی نظر من چند سال باز همکاری میکنم به جوانتان نگاه نکرده، بسیار چیزهای اصیلی ملی را بسیار احترام میکنید و حرکت میکنید به جهانیان و خودی مردمی تاجیکستان پیشکش کنید. انمی خیل در دوره شوروی هم در دوره استقلالیت همون روشنفکرهای عالی جناب بودن. اگه روشنفکرها اکنون پیشواهای ملت ده اینا، مثلا یک چیز که روی خاکساری نوشتم من وقتی که جمهوری ها مثلا برای تیاری استقلالیت توی من این چیزا شد، یک مثلا تاجیکستان ما بود درباره زبان قانونی زبان برآمد، یگان جمهوری بعد لطفی بعد از ما کرد، همین شعری لایق زبان گم کردن و ما کمینی کمترین آهنگ بست خواندیم. این یک انقلابی نوروزی شد. چرا؟ در وقت شوروی همین نوروزی هم بسیار ایت میکردن دیه ها با و ناحیه ها با، اکنون رسمی دولتی نبود. مثلا من دیهی خدا ما تولشتی جایی گویم که پگرز میخیستیم خانه به خانه بای چیچه گفته البته میخواندیم و هر یک کس لطف میکرد، یک کس توت میداد، یک کس زردال میداد، یک کس پول میداد، همین چیز یک زیباگی وای. و تخمهای هر رنگ میکردیم، بازی میکرد، کاک جنگ، خروس جنگ، ثانی با قشقار جنگ، با پرانک، همین چیزا خودش نوروزی بود. چرا نوروز؟ همین هر یک مثلا انگلیه بلیت از آن انگلیه است، اوپیره از آن ایتالیا است، تاجیک چی داره؟ ششمقام دارد. من این ششمقام هم نوروز فهمیدید. و اگر همون شعرها به اهمیتید از همه بزرگا آهنگا نوروزی از خدا آمده است، این چیزا نوروزی است. چرا؟ ملت اعتراف و پیشکش میکند. من عرض میکردم که خیلی که اوپری تاجیکی ما اوپری ایتالیوی در تاجیکستان خواند، ایتالیانی هم آمده ششمقام رفته ایتالیا بخواند. بلیتی انگلی ما اینجا بلیرینی برآوردیم که دنیای تسخیر کرد، بله رقاصی انگلی هم آمده از رقصی تاجیکی انگلی برده بازی. یعنی خیلی آرزوام هست من خدا خواهد میشه. و نوروزی چرا همون وقت دولتی نبود؟ چون شما البته فهمیدگید، شما اون وقت جوان بدید ممکن ولی نبودید. همین چیزا مرکب بود. مثلا 75 سالگی مولانا جامعه گذراندن در کار بود، از سببی که سلط بود اجازت نبود و یکی از فرزندان فرزانه ملت میرزا ترساده رفته کمیته مرکزی کپیسیس به اول خودی هم
کاتب یکم و همون سوسلوف ایدئولوژی بوده و فهمانده خب پس گذراندن. یک درباره مثلا سینا بسیار جنجال شده بوده که اون وقت میدونم شما جوان بودید یادتان نی بسیار کم یک کس میگفتن مثلا میگفتن که سینا ازبک، سینا تاجیک، سینا افغان، سینا هر خیل. یعنی خوشبختی که فرزند یک ملت و ها اونها برای جهانیان آفریدن. یک فرزندی نیکه دیگر کس میگفتی فرزندی من. این خوشبختی بگذار همین زیاد شود. و وقتی که درباره نوروز گپ شد، من راهبرای همون دوره بسیار مرکب بود فرزان جان. اگر حاضر گپ زدن آسان، مرکب بود یک چیز ملی گذراندن. هر راهبرای همون وقت حرکت میکردن به هر حال با همین بابا جان غفور مخصوصا میرزا ترزاده پیش میکردن، همونا رفته همون مسکو با گپاشو میگذراندن. و این نوروزی دولتی برای شدنش یکی از اساسگزارانش میرزا ترزاده راهبرای همون دولت و یکی از همون خانمایی که ژورنالیست محرری گازیتی معارف مدنیت بورینیسا بیردیو بودن و در یک نامشون هم از مادری نوروز آفرین مادری حقیقتا همین چون که استاد ترزاده تشکیل کردن و گازیت ها باز چاپ کنندن ثانی همون مجلس های کلام برآمده بسیار به شجاعت بودن و کردن گپ زدن. اون وقت یک کتابی اجازت نبود همون آدم با چاپ کننده همین و آسان نبود این چیزا. بعد همین بسیار زنها همین پیروی همون کس بودن. تمام شاعر نویسنده ها البته میخواستن نوروز شاید مثلا باقر امزاده مثل این شکر جلال اکرام همه در پهلوی اون کس صنعتکارا همه نوروزی میخواندن، همه بزرگا. انا همون شد وقتی که دولتی شد حقیقتا نغز میگذشت. مثلا در دوشنبه همه راه ها بستگی، همه انسان ها همه خلق میبرامد، همه کرنه سرنه حقیقتا نوروزی میشد. اگر نوروز میدونید یک چیزی مجبوری میشد خلق قبول میکنه که وقتی که خلق قبول کرد باید دانید که چیزی نقص. مثلا ما همین عید نوروز حقیقتا تاجیکی است. وقتی که نوروز میگید پیش نظرتان ملتی تاجیک ملتی فارس میبیاد. وقتی که عید قربان میگید ملتی عرب پیش نظر میاد یا که عید رمضان. عیدهای خوب که های خلق قبول کرد یا که سالی نوی مسیحی. قطعی نظر که بعضی گپ ها این هر خیل میشد خلق جهان قبول کرده. همون عید سالی نوی و میگذراند همون موافق تقویمی عرف پیشین برند. چون که از این عیدها یگان کس آزار نمییابد، فقط صلح، فقط آرامی، فقط یکدیگر احترام حرمت. نوروزی ما چرا دنیوی شد؟ چون که دنیوی بود. این دنیوی وقتش به بود. این با همین جریان ها بعضی ملت ها نخواستین از بین برداشتن، لیکن از دل خلق ندانستن برداشتن. ملتی ما چی نگاه داشت فرزان جان؟ دولت و سهولت همیشه گرفتن دیگر بیگانه ها. زبان و آهنگ ما امروز با آورده، همون زبان و آهنگ ما نوروزه. و استاد همون لحظه همون دورها همون زمان ها البته معلوم است که این چیزها البته در دهات بسیار رایج بود، هرچند که ممکن نبود مثلا در مرکز در شهرها حتما مثلا موافق قانون روایت کرده مثلا شاید میترسیدند این چیز تجدید نمیکردن. اما برای محله ها با آیسته میشه، نه که ده ها با ناحیه ها با همون مثلا میشه. بعد بسیار من اشتراک کردم سمرقند و بخارا و یا روز عید نوروز تمامی محله ها و دیگ های کلام و ماندگی و میگن ما بود نیستیم این چیزی که حاضر عقیقه میپزن همون و یک شب یک روز چخیلی که ما سومنک میپزیم و یا سومنک نه عقیقه میکنه همون گوسفند و یک گندم همون یک شبانه روز و میجوشد. ثانی محله ها و همه البته مردم یک دیگر رفت آمده یک عجایب نوروزی من تاجیکی که سمرقند بخارای وادی فرغانه سرخندریان تاجیک نشین جاها زیادتر میگذراندن. خدا ما بده گپ راست چه بگم. انا همین خلاص که میگه وقتی که دولتی شد این بتون اکنون عید شد عید. لیکن به هر حال مثلا بغیر از اونه که شما این عنعنه های یادداشت کردید مثلا طعام های نوروزی، بازی های نوروزی، عموما عنعنه های نوروزی به هر حال چیزی که بسیارتر برای
همون از نسل به نسل دوام دادن مثلا قوت میبخشید، این همون البته سرود است. یعنی سرودهای نوروزی، یعنی مخصوص چقدر شما گفتید مخصوص سرودهای نوروزی هم هستند که مثلا برای میان سال و کلان سال برای دیگر جوانان تلقین کردن، آنها میتونستند که همین انتقال دادن طریق سرود و طریق سرودهای نوروزی ادامه میدن. اصلا همون سال استاد بیشتر کدام سرودهای نوروزی رایج بود؟ همین وایبه، مثلا خودی همین 6 مقام 6 وایبه در داخلش بسیار سرودهای نوروزی هست. چون همین 365 روز به ساختگی، 12 ماه به ساختگی، بسیارترش نوروزی سرودها. ریشه همونجا مثلا وایبه فلق بگیرید، راکی بدخشان، رباطای زرافشان، زیادتر نوروزی. چون همون نوروز که شد همه آخر از خنوکی میبرید، گرم میشد، همه لباسهای تاجیکی، اطلس‌ها دخترها، فقط بیت‌های عاشقانه یکدیگر میخواندید. عجایب ویا بود. همین جوانی من پیش نظرم بیارم، یک عجایب چیزا بود. همین چیزا اکنون که جمعیت پیش میرد، همین چیزا خب با چیزایی وای شده کن، آمیخته شده، پخته تر شد، گنده نشد، پخته تر شد. مثلا خودی با ایجادیات من از نوروزی بسیار سروده های زکوی یار می آید نسیمی باد نوروزی، از این بادر مدد خواهی چراغی دل برافروزی. این از حافظی بزرگوار که اللهی ای غنچه خندیده نوروز مبارک باد. نوروزی وقتی که اون اعلان شد ما نوروز تیار کردیم، ما از آقای نوری خوشم برآمد کردیم. بسیار سرودهای من سپیده مثلا لایقتی همون وای بشه به نوروز بی این سرودی نوروزی مثلا خاصی دو کوکلم نوروزی با اومده بودن، همین چیز برآمده بود. بسیار سرودهای نوروز بسیار وای شدگی. یا که شیشته بودم نیمی شب که تق تق در وازش، این نوروزی دی هم وقتی که الهام میگیرید وای میگیرید. بغیر از این استاد بازم هستن سرودهای تاجیکستان، توی دولت داستان همین نوروز درست اینی از آن استاد ترسون زاده این سرود نه مستان شیرالی. بله مستان شیرالی. و دو مصری آلیجانا آموزش هایکو اون کس نیست که وطن در وطن باش قدر وطن نمیدونه، نه که بیرون وطن. هم دو مصری همین هم از مستان شیرالی. سرودای بسیار مثلا همون برای متحد بودن همین ایران و تاجیکان و افغانستان، همون سرود زمینی سختی کوهستان. بله این همون سه وایب فکر کرده نوشتگی. ثانی فرزان جان شعرها هم تو کتاب زیاد می نوشد. اگر همین آهنگ بسته آوازخوان دورای دور نبرد رفتنش ممکنه. مثلا امارات‌های زیبا داریم ما، هم میهمانه خواهش میکنیم آماده تماشا کنن. اماراتی زیبای گفته رفتن نمیشد. مثلا همین ملت میبرده که صنعتکار، ورزشگر، علم، درست میازم همین چیزا. برای همین وقتی یک آهنگ نظم میبرد، نظم زمینی سخت کوهستان سال چند پیش نوشته 1677 یا 87 کتاب بود. وقتی که این آهنگ به در آمده خلق گوش کرد، این بتون همه جا برفت. خیلی که مولوی گفتن یک روز با یک میشود جوی، مثلا عینی 8 و گپایی که جوی رفته با آب میبیه. بله. برای همین این چیزا ما همه ملت رو دوست میداریم. چیزایی ما داریم که ما دیگه ملت‌های یعنی خود کرده خرسندانه قبول کرد. یک چیزی ناز باشد میگیرید، نباشه چیه میگیرید. استاد عزیز البته در آن زمان بودن نفرهایی که در خطر شما با سروده هایشان، با هنرشان، با اثرهایشان برای همین نوروز احیا کردن، نوروز سطحش بالا بردن سهم داشتن استاد؟ فرزندای فرزانه ملت اینها گذشته خدا رحمت کنه، زنده هاشو عمرات دراز باشد. مثلا دلبری جانانی من بر دل جان من معروف خوشکا میخوندن، یا که استاد بای من از بر لبی دریا بیا زفرکا نرو 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 میگفتن، یا که آدینه حاشیم جنگیلک بوی داری نازنین گلواری، یا که عبدالله نظریف اکشریف جورایی خشان از که فضیل نکا بابا خلا که اینا یک سین سالی وای برنا اپیم، شایسته اپیم، توف اپیم، حنیفه اپیم، مسلم اپیم، اینها معتبر اپیم. من اینا چیزای نوروزی میخوانم، خدمتاشا بسیار کلان است. میدونید مثلا حسین نصرالدین وادی
و با سیراج سفر در وادی زرافشان، وادی خمنی خوجند با استادای بسیار بزرگ گذاشتن، بسیار خدمت کردن برای ملت پایدارش. اینا حقیقتا مستحکم خدمت کردن، گذشته راش شد. اکنون نسل اول یا که یا دویم یا سوم اکبر ترسون مثلا از علمای ورزیده، محمد جان واحدوف و مثلا راویگیه، مثلا قطع نظر که اون بازی کردنی کینا یا که تئاتر لایق، من یک زمره این شاعر را عجایب همین روشن فکرها برآمدن که اساسی موضوع زیادش نوروزی بود. مثلا خب از زنها گل رخسار، فرزانه بانو، بازار صابر، سید علی مملو گل نظر. میدونین از صنعتکارا من خیلی گفتم استادای عزیز، بعد جوانا برآمدن. دیدید می همه منکا برای ملت، برای نوروزی ها آوردن. فرزان جان شما چخیل ازل شاه عالمف، یک فرزندی بدخشان 10 مراتب چمپیون اتحاد شوروی، یا که زیبنیسا رستم، اینه بینید چمپیون جهان، یک تاجیک دخترک، یا که سیرم میسایه نقشی گردآفرید، یا که انسامبل زیبا امینزاده. همینا افتخار نمیکنید؟ همینا برای کی خدمت کردن؟ برای ملت. استاد از سرودهای نوی نوروزی شما چی باشد برای مخلصای شما؟ فرزان جان من یک برنامه 20 سال باز فکر کرده گشتیم، برنامه همین ساخت آخر برنامه میکنم از حضرت رودکی سر کرده تا فرزانه. مثلا همین نوروزی فکر میکنم شادزی با سیاه چشمان شاد کی جهانی جز فسانه و باد. نمیدی؟ درست می؟ یا کی منه شیخ سعدی وقتی طرب خوش یافتم اون دلبری تناز را، ساقی بیاران جامی می مطربی زنان ساز را. نوروزی نمی‌بینید؟ یکی اینو ببینید امیر خسرو. ای زدنا و کم بجان 1 2 3 4 و 5 و 6 گشته چه بنده هر زمان 1 2 3 4 و 5 و 6 گفت به وعده گهگهی یک شب از آنی تو شوم روز گذشت در میان 1 2 3 4 و 5 و 6. این نوروزی نبی یا که مثلا حافظ این سرودای نفتر که من ای فروغی ماهی حسن از روی رخشانی شما. حافظ بعد هلالی بعد نبینید در کوی بوتان نیست کسی زارتر از من، در پیش عزیزان جهان خوارتر از من. گفتی که من امروز اگر عشق گناه است هلالی فردا نتوان یافت گناهکارتر از من. اینو ببینید که پای نوروزی به عزم هم میبینید. اینو ببینید و خاص بیدیل هم بعد توره ببینید. حلاوت در دلم از عشق جانان میسر گر شود چون غنچه خندان، بسر از عشق او صد شور و غوغا بدل از مهر او سیر اسپینان. مبادا خاریم در ره گزارش زمیشگان افتدود نبود ادب آن. زنم آبی برای اوزی دیده که بیشیند زی پا گردد بد انسان. غلامی حلقه بر گوشه از تغرل بیجوید وصلی جانان از دل جان. همه نوروزی نمی همین یا که ما از خانم این کرد، از خانم ها زیاد برنامه تحریر کرد زدیم. مثلا از بای سرکاری، مثلا از حاضر از بای همین نوروزی در مهر نیسا
ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور بی غم بودن غنیمت. حدیثه برگی خزان و برگی خزان، همینم نوروز تیزتر بیاد گفتگی. چون روی کشتی روی بر روی کشتی روی که تو هستی. از حدیث تر کردیم من با از فرزانه بانو. سلام ای بوی جوی مولیانم، سلام ای پیکینه از باستانم، سلام ای غنچه پیوندی بهارم، سلام ای ریشه پیوندی خزانم. نوروزی نمی؟ یا که مثلا از وای ترگرزاده محاضر، از رعنای مبارز یک تا چیز تایر کنم نبینید، میدونید نامش چی؟ دعای ایجادکاران، دعای مای شمایش و شاعرای آوازخوانای اهلی قلم خلق به دعا کرزادیم. اینو میدونید چی گپه؟ در امان باش هر کسی باشی، تنصیحت باش هر کسی باشی. اینو ببینید با چی گفته است؟ بر تمامی این سرودی نواز برای من. بر تمامی هستوی مومن خوش نیت باش هر کسی باشی. اینو ببینید چی میگود؟ سالمی خوشحالیت خاندانت پری تر بادا، خندت دایم تو را بله بادا، روزهایت نثاری بیداری خواب شب تو را تر بادا. اینه بینی با چی میگود؟ سالمی بردباریت خواهم، هر زمان خوشحالیت خواهم، باش سازنده نسوزنده هر زمان شاهکاریت خواهم. نبینید یا که شهریه ای هموطنان، ای هموطنان جان من و جان شما، دستی طلبی من است و دامان شما. نبینید همش نوروزی نمی عزیزم. خدا خدا نمید برنامه نو نمیخیل فرزان جان 20 سال باز من این فکرش با یک برنامه دیگه فکر کرده من خدا خدای با نیت هم هست. و شما نمیگیدن است؟ حالی نیه آینده صاحب ما با خدا خدا. مقصدی همین چی من بسیار چیزا تکرار میشد، خواهید نخواهید سخن تکرار میشد، آهنگ تکرار این ببین سخنی نقص تکرار میشد، آهنگی نقص تکرار میشد. من بسیار سالها گفته ای که پریشان خاطرم جانم، مگو امروز نوروز است، به هر کس خاطری جمع است، به او هر روز نوروز است. وقتی که جنگ جدال شد نوروز نبود، من این آرامی تینجی خدا به شکر جمهوری ما نوروز است. من فکر میکنم که نوروز همین 3 سال شب خواب کرده پگرز هم تا خواب خدا اگر عمرتی ده هم چشم شده خدا الکی نوروز است. این روزی نو است. خیلی زنده سلامت ما خستیم خدا به شکر. برای همین و ملتی عزیز من دنیا با من صلح میخوام، همه وقت برنامه من همین. تاجیکستان عزیز من هم درباره مادر اینقدر سخنای بلند شاعرها گفتن، اینقدر آهنگای بلند. من میخوام که حافظ خیلی گفتن که قربان آن آدمم که دل با زبان یکیست. هم مادرای خواهرای زنهای ما اقدر عزت حرمت میکنیم، لیکن همین عزت کنیم که فقط گپ نباشد، عمل با ما همین کار کنیم که زنهای همین کارهای سخت نمونیم و یا همین شاهزن شده همین خانه بام کوچه و در کجا نباشن همین آزار نیابن. صدایت از خدا آید، به گفته استاد فرزان صدایت از خدا آید، زیوج کبریا آید، تو دریای کتاب باشد به موج افسودنش داند، زهی ای صوت داودی، زهی ای لحن لاهوتی، زی گوش خلق میبوسم که او بشنیدنش داند. استاد عزیز بار دیگر برای شما نوروز مبارک باشد و تشکر از آن که برای بینندگان عزیز ما هم از برنامه زیبای نوتان خاطرتان کرد و هم یک صحبت زیبای نوروزی با شما داشتیم. تشکر برای شما، مبارک باشد.